طبق قرار صادر کرده پرزیدنت روسیه 15 ایون امسال مهلت عملی شدن سبوکی‌ها در مسئله بودوباش شهروندان خارجی و افراد به شهروند در قلمرو روسیه به پایان میرسد. از روز 16 ایون طبق مقررات پیشین مهاجران باید با پتنتی که مبلغش سپاریده شده است و رجیستراسیون تمدید شده در حدود این کشور قرار داشته باشند. با توجه به این برخی از مهاجران تاجیک از حالا در فکر درست کردن سندهایشان شدند تا در ماه ایون به درد سر گرفتار نشوند. اما این مهاجران میگویند در اداره های مهاجرت پلیس یک نوع بی سر و سامانی است. از جمله یک کاربر رادیوی آزادی از شهر سورگوت با فرستادن نوار میگوید که یک هفته این جانب نمیتوانند برای سپاریدن پول پتنت و تمدید کردن رجیستراسیون موفق شوند، زیرا مهاجران را بدون تالان نوبت قبول نمی کنند، اما مسئولان با هر بهانه این تالان ها را به آنها نمی دهند. در همین حال حامیان حقوق میگویند اگر تا 15 ایون سندهای خود را مهاجران درست نکنند، الکی از روز 16 ایون در صورت بازداشت شدن آنها از طرف پلیس می توانند آنها را جریمه و یا اخراج کنند. در پی پهن شدن کرونا ویروس و جاری شدن مقررات کرانتینی در روسیه، هزارها تاجیکان در این کشور مثل دیگر اعضای جامعه در انزوا ماندند. بسیار کارخانه ها بیکار مانده، مهاجران هم از درآمد محروم شدند. در روسیه به گفته مقامات این کشور بیش از 1 میلیون نفر مهاجران کاری تاجیک و به ادعای مقامات تاجیک 480,000 نفر کار میکنند. بنابر ارزیابی سازمان‌های بین‌المللی، درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حسابی مهاجرتی کاری است.